یکی از مهمترین بحث‌های حال حاضر ایران قیمت بنزینه. اینکه چقدر باید باشه، چجوری باید حساب بشه، قیمت جهانی مهمه، قیمت تموم شده مهمه، چرا باید این لاته از 1 لیتر بنزین گرونتر باشه؟ آیا واقعاً آب از بنزین گرونتره الان؟ جریان قاچاق چیه؟ من حمیدرضا احمدی هستم. تو این ویدیو بعد از ماه‌ها صحبت کردن با محققا و اقتصاددان‌ها پرده از رازی برمی‌دارم که شاید باورش براتون سخت باشه و اونم اینه که مشکل اصلی بنزین اصلا قیمتش نیست. قولم میدم تو این ویدیو لازم نیست ماشین حساب در بیاری، ریاضی برای نرداست. من همه محاسبات رو براتون انجام دادم، سادهش کردم مثل آب خوردن. فقط بشینین عقب، کمربندتون رو ببندین، قرار جاهای باحالی بریم. من که نه، من تا یه ربع دیگه تو صف بنزینم. این ویدیو به چند قسمت تقسیم شده. اول اینکه قیمت بنزین تو بازارهای آزاد چطوری محاسبه میشه. 2 قیمت گذاری تو ایران چطوری بوده و چطوری عوض شده و تغییر کرده تو این سالها. در مورد مصرف ایران نسبت به بقیه جاها صحبت میکنیم. با یه اقتصاددان اروپایی مصاحبه کردم، با یک نفر توی سیستان بلوچستان مصاحبه کردم در مورد قاچاق بنزین و در آخرم 3 تا سوال برای شما و برای اقتصاددانهای برجسته کشور دارم که بعید میدونم این سوالا رو بتونن جواب بدن، ولی اگر جواب بدن این تندیس رو تقدیم میکنم بهشون. البته ناقابله، یه مقدار نفتم توش هست. بیاین اول از همه یه سر بزنیم به آمریکا. Land of the brave, home of the free. تو آمریکا بنزین $1 که یه ذره گرونه، ولی خب آزادی خرج داره. بیاین تصور کنیم که اگر سیستم قیمت گذاری بنزین توی ایران مثل آمریکا بود چه اتفاقی میافتاد؟ تو امریکا اونا مصدق و شیلنگ و نهضت ملی سازی نفت ندارن. نفتی که زیر زمینشون هست برای کسی که استخراجش میکنه. هر کسی در آورد برای خودش. یه سریال بود که هر هفته اینطوری شروع میشد که یارو شکارچیه، تیر میزنه، تیرش زمین رو سوراخ میکنه، نفت کشف میکنه، پولدار میشن و میرن گرونترین منطقه کالیفرنیا. تو امریکا شرکت‌های خصوصی نفت رو استخراج میکنن، پالایش میکنن، توزیع میکنن و تو پمپ بنزینایی عرضه میکنن که آرم و لوگوی شرکت‌های خودشون روشه. تا سالها آمریکا از خودش نفت نداشت یا حداقل خیلی کم تولید میکرد. سال 1998 یه گاهی که یکی به نام جورج میشل یه متد جدیدی اختراع میکنه که نفت شل، اون لایه شل رو بهتر و بصرفه‌تر از قبل بتونن بکشن بیرون. این متد جدید استخراج نفت رو انقدر میبره بالا که کم کم آمریکا تبدیل میشه به صادر کننده نفت. ولی اینجور نفت استخراج کردن 2 تا مشکل داره که خوب اینا رو هم در نظر بگیریم. 1، برای محیط زیستشون خیلی بده. اینجور استخراج نفت نشتی میده، آب زیرزمینی و آب آشامیدنی خیلی از شهرها رو خراب کرده و به حرف من گوش نکنین، 1000 تا داکیومنتری و مستند هست در این مورد. مشکل دوم اینه که با اینکه این روش بصرفه تره ولی خیلی هم بصرفه نیست. هر بشکه بین 30 تا $50 هزینه‌اش میشه که البته توش نیرو انسانی دلار بگیر آمریکایی هم دیده میشه دیگه. یعنی قیمت جهانی بشکه نفت اگه از $50-40 پایین تر بیاد عملاً این روش بصرفه نیست، نمیارزه مگر به دلایل سیاسی. به هر حال چند تا شرکت دارن این کار میکنن، رقابت دارن با هم تا جای ممکن قیمت رو پایین نگه میدارن. جوری که آمریکایی‌ها قیمت نفت و بنزینشون رو محاسبه میکنن، خوبیش اینه که آزادی داره، رقص بازارها داره. بعدیش اینه که بالا پایین داره. هر وقت جنگ میشه، هر وقت جنگ خودشون شروع میکنن یه ور دنیا، قیمت بنزین میره بالا و تاثیر منفی روی زندگی روزمره مردم میذاره.
تو ایران بازارها آزاد نیستن، اجازه رقصیدن ندارن. نفت مال مردمه، مال شرکت‌های خصوصی نیست. مصدق داشتیم، شیلنگ داریم، نهضت ملی سازی نفت داریم. 29 اسفند تعطیلین. یعنی این فکرشو بکن، 75 سال پیش نماینده های مجلس روز قبل از عید دور هم جمع شدن، این قانون ملی سازی نفت رو تصویب کردن که ما روز قبل از عید لازم نباشه بریم سر کار. خودش یه دستاورد بزرگی. تاریخ معاصر ایران رو نمیشه از تاریخ نفت جدا کرد. کودتای 28 مرداد، خود انقلاب 57، تحریم‌های آمریکا بر روی ایران، همشون یه جا مستقیم یا غیر مستقیم میخورن به نفت. و به خاطر این اتفاقاست که نفت برای هممونه. نفت برای هممونه، درسته؟ اون اوایل صنعت نفت کاملا دولتی بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه شرکت دولتی نفت رو از زیر زمین استخراج میکرد، میداد به پالایشگاه که اونا هم دولتی بودن، پالایش میشد، بنزین تولید میشد، بنزین میرسید به شرکتی که توزیع میکنه که اونم دولتیه و بعد میرسه به پمپ بنزینا و میرفت توی پیکان و پراید و پاترولامون. از زمان احمدی نژاد یه اتفاقی افتاد و اونم اینه که تیکه وسطی خصوصی شد. یعنی اون تیکه‌ای که پالایش میکنه بنزین رو. همچنان شرکت دولتی با کارگرهای دولتی وظیفه استخراج نفت رو دارن، همچنین شرکت‌های دولتی با کارگرهای دولتی بنزین تولید شده رو پخش میکنن، ولی این وسط شرکت خصوصی که حالا سود داره میده یا ضرر میده وظیفه پالایش نفت و تولید بنزین رو به دوش میگیره. و دولت بابت این پالایش چقدر پول میده؟ عملاً هیچی. اتفاقی که میفته اینه که دولت یه بشکه نفت به قیمت مثلا $80 میده به شرکت خصوصی پالایشگاه و به ازای همون $80 ازش بنزین میگیره. هیچ پولی این وسط رد و بدل نمیشه. وقتی پولی رد و بدل نمیشه خیلی سخت آدم بفهمه که کی این وسط داره میخوره یا کی به نفع کیه این معامله. شرکت‌های خصوصی کارمزدشون رو چجوری تهیه میکنن؟ اون ضایعات نفت، اون مشتقات نفتی که میمونه رو به عنوان کارمزد قبول میکنن. بذارین یه مثال بزنم. اینطوری که من مثلا یه پرتقال از درخت میکنم، میدم به تو، تو برام پوست میکنی، پوستش رو نگر میداری و پرتقال پوست کنده رو به من برمیگردونی. این وسط کی برده؟ تو این وسط یه زحمتی کشیدی و مزدت هم پوست پرتقال بوده. حالا نکتهش اینجاست. اگه من این پرتقال رو 1000 تومان به تو بفروشم و تو به اندازه 1000 تومان به من پرتقال پوست کنده پس بدی، اون پوست پرتقالی که دستت میمونه قیمتش در خط این 1000 تومانه حساب میشه. اگر این پرتقال رو $1 به شما بفروشم و شما به اندازه $1 به من پرتقال پوست کنده تحویل بدی، اون پوست پرتقالی که دستت میمونه در خط دلار حساب میشه. یک بیت کوین بفروشم که البته مثلا 10 دقیقه یه روبی طول میکشه که این بره، چون تو نتورک این رو بلاک چین بعد ثبت بشه. یه هاوینگی بوده، برقو میکشن و پاداش حل کردن اون مسائل ریاضی رندوم ربطی به ترامپ کوین داره فکر کنم. امیدوارم قیمت بیت کوین این وسط خیلی جهش نداشته باشه. دولت آمریکا اگر یه رزرو بیت کوین درسته، چون اون وقت معادله رو بعد دوباره از اول، ولی حالا بگذاریم نکته رو که میگیرین. اگه پوست پرتقالی که میمونه داره بر اساس بیت کوین حساب میشه. قبلا چون همه چی دولتی بود، همه هم کارمند دولت بودن، عملا از این جیب به اون جیب بود، خرید و فروشی انجام نمیشد و همه چی به ریال حساب میشد. از دوران احمدی نژاد هم شرکت های خصوصی اومدن این وسط و هم ارزش یک بشکه نفت که قبلا قیمت تموم شدهش حساب میشد الان به قیمت دلاریش حساب میشه، که حالا مهم نیست چون پولی رد و بدل نمیشه، دلاری رد و بدل نمیشه، ولی اون مشتقاتش، اون پوست پرتقاله الان دیگه در خط دلار داره حساب میشه. حالا که تا اینجا دیدین بذارین یه داستان براتون تعریف کنم. من یادمه 28-29 سال که بودم، یه سال با مادر بزرگم زندگی کردم که خیلی هم عالی بود، دستشون درد نکنه. فقط یادم میاد که مادر بزرگم میشست جلوی ماهواره اخبار
سریال ترکی و پوست پرتقال خلال میکرد، همینجوری یه چیزی که سرش گرم باشه. و اتفاقی که میافتاد این بود که چون این پوست پرتقالا زیاد بود و خلالها زیاد بود، مادر بزرگم این رو توی همه چی میریختن، توی شیرین پلو و توی یه سری غذاها که این خلالا هست، ولی مثلا تو اولویه، تو نیمرو، تو ماکارونی، عدس پلو، قرمه سبزی، همه چی هر چی اسم ببری توش خلال پرتقال داشت. عملاً مزه پرتقال به همه غذاها داده بود. منم نمیتونستم اعتراض کنم چون خب به هر حال اون موقع انقدر نمک نشناس نبودم، چیزی نگفتم و شاید انگیزه شد برام که زودتر آپارتمان خودم رو پیدا کنم. این ضایعات نفت، این مشتقات نفتی هم که توی پروسه پالایش نفت به دست میاد، مثل پوست پرتقالای مادر بزرگ من تو همه چی میره. از رایج‌ترین مشتقات نفتی میشه قیر، مازوت، موم، پروپان، پارافین. اشاره کرد که کاربردهای متعددی در صنایع مختلفی همچون غذا، دارو، کشاورزی، پتروشیمی، پزشکی، برق، حمل و نقل، پوشاک، لاستیک میشه، پلاستیک میره تو داشبورد ماشین. خلاصه یه قسمت مهمی از صنعت همه کشورها و صنعت ایران مشتقات نفته و ما در حال حاضر داریم این مشتقات رو دلاری میخریم. عملا داریم نفتمون رو به شرکت‌های داخلی صادر میکنیم و بنزین و مشتقات رو وارد میکنیم و همه اینا دلاری حساب میشه، دلاری اندازه‌گیری میشه. چرا؟ چون از زمان احمدی نژاد خودمون سیستم رو تغییر دادیم و اینجوری چیدیم. شاید الان اسمش صادرات و واردات نباشه، ولی از نظر حسابداری داره این اتفاق میفته، داره صادرات و واردات اتفاق میفته. آمریکا ما رو تحریم کرده، ما خودمون داریم نفتمون رو به خودمون صادر میکنیم و دوباره از خودمون وارد میکنیم. واقعیت اینه که این سیستم یه جای مهمش میلنگه و اونم اینه که ما یا دولت خیلی ابزار محدودی برای کنترل قیمت ارز داره. مثلا امارات کم و بیش همین سیستم رو داره و 30 ساله نمیدونم 40 ساله که قیمت درهم و دلار رو یکسان نگه داشته. این نرخ مقدسه براشون. ولی خب همونطور که حتما میدونید سال 86 قیمت دلار زیر 1000 تومان بود. تا سال 1390 دلار میرسه به 1400 تومان، سال 92 میرسه به 3500 که برجام بسته میشه و در طول برجام قیمت دلار رو کم و بیش ثابت نگه می‌داریم، همون 3.5 نگه می‌داریم که بعد ترامپ میاد برجامو پاره میکنه، باز کنترلمون روی صادرات نفت و درآمد دلاری و در نتیجه قیمت دلار از بین میره. من این تحقیقات بنزین رو وقتی شروع کردم که دلار 70 تومن بود، الان شده نزدیک به 90 تومن. ربطش به بنزین اینه که هر چقدر دلار قیمتش بره بالا، این مشتقات نفتی هم قیمتشون میره بالا و چون توی همه چی هستن، غذا، دارو، کشاورزی، پتروشیمی، پزشکی، برق، حمل و نقل، پوشاک، نساجی، لاستیک، پلاستیک، فشار روی بودجه دولت بیشتر میشه. دولت پول بازنشسته ها هم داره، پول بیمارستان ها و مدارس دولتی هم داره، مجبور میشه که تومن چاپ بکنه. هر وقت تومن چاپ میکنه قیمت ریال نسبت به دلار میره پایینتر، عملا دلار گرونتر میشه. دلار که گرونتر میشه این مشتقات گرونتر میشه و دوباره دولت بعد بیاد اینا رو بخره، دوباره فشار میاد، دوباره پول چاپ میکنه، دوباره قیمت دلار میره بالا و این لوپ مدام در حال تکرار شدنه. من اقتصاددان نیستم ولی این یه چرخه معیوبه، یه فروپاشی اقتصادی، یه دوم لوپه که تا وقتی که قوانینمون رو عوض نکنیم، تا وقتی که این نحوه محاسبه رو تغییر ندیم، ازش بیرون نمیایم. یعنی امکان نداره که کاری بکنیم یا توافقی حتی با آمریکا ببندیم که باعث بشه که قیمت دلار بیاد پایین. فوقش میتونیم ثابت نگه داریم. این هم بگم که من سادهش کردم، میخواستم که این ویدیو تا جایی که میشه کوتاه باشه. میتونم خیلی پیچیده ترش کنم اگه بخواین، ولی خب من مدرسه ژورنالیسم یوتیوب رفتم، مستر بیست معلمم بوده، احتیاجی نمیبینم که 6 ساعت برم تو جزئیات درصد آلفا در تعیین کیفیت بنزین و فرق بین قیمت دلار و قیمت FOB خلیج فارس و این چیزا صحبت کنم.
با هر کسی که در این مورد صحبت می‌کردم همه یه جا گیر می‌کردیم و اونم ارزش ذاتی یه بشکه نفت. آقا 1 گرم طلا یه قیمتی داره، یه قیمت ذاتی داره، یه قیمت بازار آزادی داره که هم اینجا همونه، هم دبی، هم آلمان، هم آمریکا. بشکه نفت هم همینه دیگه، یه ارزشی داره تو بازارهای جهانی و اگر من بتونم این بشکه نفت رو استفاده نکنم، ذخیره کنم، صادر کنم، خب پول بیشتری دستم میاد و اون پوله رو میتونم خرج مردم بکنم. ولی یه مشکلی هست این وسط. میخوام با یه مثال توضیح بدم. این خونه‌ای که من توش زندگی میکنم، با خانواده‌ام توش زندگی میکنم، یه ارزش ذاتی داره. میتونم این خونه رو بفروشم، پولشو باهاش سرمایه گذاری کنم، نمیدونم قمار کنم، اصلا بذارم تو بانک هر ماه سودشو بخورم. ولی اون وقت شبا کجا با کنار خیابون بخوابیم؟ فرق اصلی طلا و نفت در اینه که طلا ذخیره کننده ارزشه، در صورتی که نفت وقتی که داره میسوزه ارزش ایجاد میکنه. همینجوری نگه داشتن نفت ارزشی برای خودش نداره، حتی هزینه بره و خطرناکه. کشورها انرژی میسوزونن که چرخه اقتصادشون رو سریعتر و سریعتر بچرخونن. در تئوری میتونیم همه نفت کشورمون رو صادر کنیم، ولی اون وقت چی میمونه برای کشاورزی، برای صنعت، برای رفت آمدمون؟ یه احتیاج اولیه‌ای به سوخت داریم که احتیاج لاکچری نیست. من سوار طلا نمیتونم بشم برم سر کار. وقتی که BRT پره، وقتی که خط مترو به اندازه کافی نداریم، مجبورم سوار اسنپ یا سوار تاکسی یا سوار ماشینم بشم و بنزین بسوزونم و برم سر کار. اینکه همه نفتمون رو باید صادر بکنیم مثل این میمونه که بگیم غذا نخوریم، تمام محصولات کشاورزیمون رو صادر کنیم. برنج نخوریم، برنجمون رو صادر کنیم. اصلا چرا انسان میخوابه 24 ساعت اگر کار بکنه کلی ثروتمند میشه؟ نمیشه که. وقتی که میخوایم نفت رو خودمون مصرف کنیم، خودمون برای توسعه خودمون استفاده کنیم، باید قیمتش و مهمتر از قیمتش روش محاسبه قیمت جوری باشه که به نفعمون باشه و فرق کنه با وقتی که dاریم وارد میکنیم یه چیزی رو. مطمئنا کشاورزی که خودش برنج میکاره، برنجی که برای شام شبش میخره به قیمت بازار نیست. You do see in emerging markets way more often that gas prices are subsidized by the government. Mm-hmm. And if the government stops doing that, you get riots. This is a very common thing. I think it happened in Egypt before. It happened in Sri Lanka quite recently. Mm-hmm. But if you want to make that connection to inflation, it's completely illogical. I see it for sure. Like you say, well, because the government deficit goes up by a lot, that could cause inflation. Yeah, that's true. That's one channel through which that could work. Mm-hmm. But then again, we get to the point like how big is that channel? For that, we need to know sort of how big are these government expenditures on subsidies compared to the overall budget. قیمت بنزین تو جایگاه برای مصرف کننده نهایی پایینه، 1500-3000 تومان، عملاً مفته. ولی غیر مستقیم همه چه ماشین داشته باشیم چه نداشته باشیم داریم یه هزینه هنگفتی رو پرداخت میکنیم. خیلی رایجه که میگن یه یارانه پنهانی توی این 1500 تومان 3000 تومان نهفته است، ولی برعکس من فکر میکنم که با تورمی که این دوملوپ، این چرخه معیوب ایجاد کرده، یه هزینه پنهانی رو همه مردم ایران دارن پرداخت میکنن. Then you could, I think, come up with two subsidy metrics. You could say, well, it's actually what we sell it for to the refineries, and then if we sell it for less at the pump, we're giving them that subsidy. But of course, then your argument that you mentioned earlier comes in, like, hey, oil is public good. We shouldn't have sold it at GCC price in the first place. Mm-hmm. And then the second one would be if you know the extraction price, and if you're selling it below that, then there's a subsidy. Mm-hmm. If you're selling it above that, then there is no subsidy. اقتصاددان‌های برجسته ایران میگن این که قیمت تموم شده توی پمپ بنزین پایینه و یا اگر روزی برگردیم به اون سیستم قبلی که قیمت رو ریالی حساب می‌کنیم و قیمت تموم شده در نظر می‌گیریم، اگه به اون دوران برگردیم دو تا مشکل پیش میاد. یکی مصرف بی‌رویه و دومی قاچاق. هزار جور آمار و ارقام
میتونم براتون بیارم از مصرف انرژی ایرانیان نسبت به بقیه دنیا، برق، گاز، الکتریسیته، غیره و هزار جورم میتونم مقایسه کنم و نمودار بکشم و اکسل پر کنم و غیره. ولی چیزی که به نظرم مفیده که یاد بگیریم این وسط، یه چیزیه که زیادم پیچیده نیست. واقعیت اینه که دنیا به دو قسمت از نظر مصرف انرژی تقسیم میشه. یه قسمت که همیشه زیر پاش انرژی داشته، یا همیشه که نه، مثلا توی 100 سال گذشته زیر پاش نفت داشته، و قسمت دیگه ای که زیر پاش انرژی و نفت نداشته. مصرف کشورهایی که خودشون نفت دارن یا زغال دارن یا یه چیزی، یه فرم انرژی دارن، به مراتب بالاتر از کشورهای دیگه است که ندارن. و منطقی هم هست، نه مثلا یه کشوری کنار دریا باشه ماهی تو غذاش بیشتره تا کسی که نباشه و ربطی به فرهنگ اروپایی، آسیایی، آفریقایی، آمریکایی اینام نداره. مثلا فرهنگی نیست. مصرف انرژی ایران و نروژ زیاد با هم فرقی ندارن چون جفتمون انرژی داریم. مصرف انرژی کشورهای خلیج فارس خیلی بالاست چون همیشه نفت داشتن. مصرف انرژی آمریکا عجیبه که بالاست چون خیلی تازه صادر کننده نفت شدن، ولی فکر میکنم به خاطر اینه که تو سیاست خارجیشون همیشه نفت نقش بزرگی بوده و همیشه به دنبال نفت ارزون بودن، از کودتای 28 مرداد به بعد حداقل. آمریکایی‌ها جوری کشورشون رو طراحی کردن که خیلی بر اساس رانندگی و جاده است، نه بر اساس حمل و نقل عمومی. برعکس فرانسه، آلمان، ایتالیا، اینا کشورهایی هستن که انرژی ارزون ندارن، کشورشون رو جوری طراحی کردن که مصرف سرانه کشورشون بسیار پایین باشه. اگه بخوایم بنزین کمتر مصرف کنیم که خیلی هدف خوبیه به خاطر گرمایش زمین، به خاطر آلودگی، برای این کار باید یه برنامه ملی چندین ساله داشته باشیم که قدم به قدم این مراحل رو طی کنیم. گرون کردن بنزین برای مصرف کننده نهایی بدون اینکه یه طرح ملی بزرگ چند ساله و چند مرحله‌ای داشته باشیم کار درستی نیست و فقط فشار میاره رو طبقه‌های پایین جامعه بدون اینکه واقعاً کاهش معنیداری به مصرفمون بده. این برنامه باید شامل گسترش حمل و نقل عمومی، اضافه کردن به خط متروها، اضافه کردن به BRT، بهبود زیرساخت دوچرخه سواری، تشویق استفاده از انرژی‌های جایگزین و مهمتر از همه جلوگیری از هدر رفتن انرژی باشه. And I want to tell the economists in Iran, you can't just, bring up the gas prices and expect us to live like Germans. Unless you give us solar energy, unless we're working towards other, that has to come first before people just put on a hoodie, right? Yeah, so I think you're right, mostly. You'll definitely see a pattern, I think, that where oil is extremely cheap or subsidized, people are less thrifty with using that oil or energy than in countries where it's more expensive. Gas was natural gas was so expensive that we just, turned down the temperature by 2 degrees and indeed put on a hoodie because it was just so expensive. But now that natural gas prices are back down, we don't do it anymore, right? So that's, I think, one part of it. But a second part is, and maybe I can use the energy crisis in Europe again as an example. Sort of when that happened, the governments here indeed also started subsidizing house insulation, subsidizing solar panels. So I definitely agree with you that you should do that as well at the same time. Like if you want people to change their habits, then you have the carrot and the stick basically, right? Like the stick is maybe increase the oil prices, but also give them a carrot where you would say, but we're going to subsidize renovating your house. We're going to subsidize solar panels. اینایی که میگن مصرف انرژی ایرانی ها خیلی بالاست، فکر میکنم تو ذهنشون ما داریم تو پمپ بنزینا آب بازی میکنیم یا واقعا با نفت داریم باسنمون رو میشوریم. یه باور غلط رایج دیگه اینه که قیمت پایین بنزین باعث قاچاقش میشه. به عنوان یه مثال عرض میکنم، توزیع روزانه بنزین الان در کشور ما در حدود 110 تا 120 میلیون لیتر در روز هست که اصلا رقم فوق‌العاده بالا و وحشتناکیه. البته بخش عمده‌ای از این، بخش مهمی از این واضح است که قاچاق میشه، مصرف نیست. شما مصرف داخلی واقعا بنزین رو بخواید
دقیق ارزیابی بکنید به صورت منطقی 70-80 میلیون لیتر در روز بیشتر قاعدتاً نباید باشه و علت این افزایش به این صورت نامعقول ناشی از ساختار اقتصاد بیمار ما هست و عمدتاً قاچاقی که صورت میگیره. میدونی کجای قضیه خیلی خنده داره؟ اینه که بنزین قاچاق نمیشه، گازوئیل قاچاق میشه. عمده این قاچاق گازوئیله. بر اساس دیده هام توی سیستان بلوچستانی رو به شما میگم، اون کشورهایی که مقصد قاچاق مخصوصا پاکستان 90% ماشیناشون گازوئیل سوزه. دوم این که بنزین قابلیت اشتعال انفجار داره و حمل و نقلش راحت نیست. واقعا حمل و نقل غیر اصولی بنزین خیلی خطرناک. نیسان آبیا که شما میبینید انقدر حمل و نقل گازوئیل براشون راحته که بعضا چپ میکنن 2 تا غلط میزنن، نه اون مشکه پاره میشه نه گازوئیل ریخته میشه و منفجر میشه. میرن ماشین های سنگین یعنی کامیون، ماشین راهسازی، مینیبوس، اتوبوس قدیمی میخرن، میارن میذارن پارک میکنن و از سوختش و از کارت سوختش برای قاچاق استفاده میکنن. خیلی سخته که بخوای 40 لیتر بنزین رو از تو پمپ بنزین خارج کنی در مقایسه با گازوئیلی که میتونی 300 لیتر خارج بکنی. اگه راه حل اینه که قیمت گازوئیل رو ببریم بالا که قاچاق نشه، اوکی، شاید یه توجیهی داشته باشه، قیمت کالاها رو میبره بالا، قیمت حمل و نقل کالا رو میبره بالا و تورم ایجاد میکنه، ولی بازم لازم نیست دست به قیمت بنزین تو پمپ بنزین بزنیم. میدونی اصلا نکته من اینه که مهم نیست قیمت بنزین توی پمپ بنزین چقدره. میتونه 3000 تومان باشه، میتونه 6000 تومان باشه، میتونه 12000 تومان باشه. اون نحوه محاسبه باید عوض بشه، نه قیمت پمپ بنزین. قیمت پمپ بنزین رو بالاتر ببریم شاید تا یه حدی بتونه مثلا کسری بودجه دولت رو جبران کنه، ولی دولت یه جاهای دیگه‌ای هم درگیره. داره برای صنعت غذایی، دارویی، کشاورزی، پتروشیمی، پزشکی، برقی، حمل و نقل، پوشاک، نساجی، لاستیک و پلاستیک داره وارد میکنه. از شرکت‌های خصوصی خودمون داره جنس وارد میکنه. چرا یکی مثل غنی نژاد و اقتصاددان‌های دیگه اصرار دارن روی اصلاح قیمت بنزین وقتی که قیمت بنزین مسئله نیست؟ مهم نحوه محاسبه بنزین و مشتقاتشه. چرا اینا انقدر روی قاچاق بنزین مانور میدن وقتی که میدونیم بنزین قاچاق نمیشه؟ من یه حدسی دارم، یکم میره توی تئوری توته، از الان گفته باشم. همونجور که میدونیم کسری بودجه دولت ایران یه مسئله خیلی بزرگیه. یه قسمتی از تورم به خاطر اینه که دولت ایران داره پول چاپ میکنه، به خاطر اینکه کسری بودجهش رو حل کنه. الان مخصوصا الان با اومدن ترامپ فروش بیشتر نفت به نظر عملی نمیاد. تنها راهی که میمونه اینه که دولت به قول معروف دستشو بکنه تو جیب مردم. یه روشش اینه که مالیات رو اضافه بکنیم، یه روش دیگه اینه که قیمت بنزین رو تو پمپ بنزین افزایش بدیم. این دوتا مکانیزم شبیهن، جفتشون یه مقدار کسری بودجه رو حل میکنن، ولی یه تفاوت خیلی مهم دارن. افزایش مالیات درصدی حساب میشه. از نظر ریاضی فشاری که روی دهک‌های مختلف میذاره یکسانه، درصد فشاری که میذاره یکسانه. ولی بالا بردن قیمت بنزین اینطوری نیست دیگه. اگر از 3000 تومان بشه 6000 تومان، فشارش روی دهک‌های پایین‌تر بسیار بیشتره. تورمی که ایجاد میکنه دهک‌های پایین رو خراب میکنه. دهک‌های بالاتر تورم و بالا رفتن هزینه انرژی رو کمتر حس میکنن، راحت‌تر میتونن تحمل کنن. توی اقتصاد یه پروگرسیو تکس داریم، یه تکس تصاعدی داریم، یه ریگرسیو تکس داریم، یه مالیات نزولی، یه کلمه دیگه هم داشت. و بالا بردن قیمت بنزین یه مالیات نزولیه که کمتر روی دهک‌های بالا و شرکت‌ها تاثیر منفی میذاره و به خاطر همین هم هستش که اقتصاددان‌ها سعی میکنن که دولت و افکار عمومی رو سوق بدن به بالا رفتن و اصلاح قیمت بنزین. به خاطر اینکه از راه حل دیگه و اونم مالیات تصاعدی میخوان تا جای ممکن دوری کنن. اگر تنها راه حل کردن کسری بودجه دست کردن تو جیب مردمه، ترجیح میدم که درصدی باشه و مالیات تصاعدی باشه به جای اینکه مالیات نزولی باشه و قیمت بنزین از 3 بشه 6 یا 9 یا 12.
اینم بگم که برخلاف افزایش قیمت بنزین، اگه درصد مالیات رو ببری بالا، این اگه خوب اجرا بشه، این یه سیاست ضد تورمیه، تورم‌زداست. نقدینگی رو بکشی بیرون و اگر خرج بیمارستان، خرج آموزش بکنی، هزینه‌ها رو میاره پایین، تورم رو میاره پایین و در کل میتونه خیلی سیاست موفقی باشه، ولی خب به ضرر شرکت‌ها و دهک‌های بالاست. آیا ممکنه که من دارم کاملا اشتباه میکنم؟ نه، شوخی میکنم. کاملا ممکنه که من دارم اشتباه میکنم و امیدوارم که دارم اشتباه میکنم و امیدوارم که یکی بیاد به من بگه که من کجا دارم دقیقا اشتباه میکنم. و اگر میاین شما یا اقتصاددانی میاد میگه که من کجا دقیقا دارم اشتباه میکنم، خیلی خوبه که این 3 سوال رو هم برای من جواب بده، چون واقعا احساس میکنم که سوالهای مهمیه. 1. چرا سال 1399 شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام انقدر سود خالص داره؟ و اینم بگم من مشکلی با سود ندارم، نوش جونشون. فقط سال 99 یه نکته مهم داره و اونم اینه که سال اول کرونا بوده. کرونا زمستون 98 اومد و قیمت نفت جهانی سقوط کرد. حتی یه چند روز منفی بود، یعنی نزدیک به 0 بود. Because of the coronavirus, demand for oil has dried up. US prices of oil due for delivery next month plunged yesterday to -$38. US oil prices hit a record low of -40 until demand recovers. It's oil in crisis. و اینقدر پایین بود که شرکت‌های نفتی آمریکایی که اگه یادتون باشه هر بشکه رو بین 30 تا $50 در میارن، کلی ضرر کردن، جوری که دولت آمریکا اومد و بهشون وام داد و بهشون پول داد و کمتر ازشون مالیات گرفت و غیره. یعنی جلوی سقوط اون شرکت‌ها رو دولت آمریکا گرفت. توی ایران من نمیدونم که همچین اتفاقی افتاده یا نه، ولی به نظر من میاد که تنها دلیلی که 99 نسبت به 98 سودشون 3-4 برابر شده اینه که قیمت دلار 3-4 برابر شده. نه اینکه نوآوری داشتن یا بهینه تر پالایش کنیم یا بنزین تمیزتری بدیم و بیشتر صادر کنیم و هیچ کدوم از اینا نمیتونه باشه. سال 99 حداقل نمیتونه باشه. In the Netherlands, at some point we privatized buses. So buses are private companies. But because the government has this really good tender procedure, they basically say every 5 years, like, now you have the rights to provide bus services in this area. And then there are these terms, like you can never charge more than this. You have to have these lines that might not be profitable otherwise we'll not give it to you. So they just make a really good deal. And that way, actually, it works quite well. I think the bus services in the Netherlands work really well. On the other hand, in the UK, they privatized trains, for example, and it was a disaster. So the tricky thing with this debate is very, very often you see, well, it's either nationalization or privatization. But my personal opinion is it's less about which you choose, but it's really about how you do it. Like, privatization can be done in a really bad way, but it can also be done in a way that's really good for the people. سوال دوم، دلاری در میاری؟ دمت گرم. منم دوست دارم دلاری در بیارم. همه دوست دارن دلار در بیارن. دلار در آوردن خوبه. فقط یه سوال، این شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام که هم سوبسید دولت رو میگیره، هم طبق قوانینی که سال 86 ایجاد شده براش داره مشتقاتش رو دلاری میفروشه، در خط دلار قیمت گذاری میکنه و به دولت ما این مشتقات رو دلاری میفروشه. آیا به کارمندایی که تو این پالایشگاه کار میکنن هم حقوق دلاری میده؟ یعنی امیدوارم که میده. امیدوارم که حداقل اینه که متوسط حقوقشون بسیار بالاتر از متوسط حقوق کارمند یا کارگر معمولی خارج از این صنعت. حداقل بدونیم اگر یه صنعتیه که داره خوب پول در میاره و دلاری در میاره، من بچه‌مو بفرستم تو این صنعت کار کنه، بگم آقا پول تو هنر و نمیدونم جامعه شناسی خوندن و مهندس شدن و اینا حداقل نیست. باید حتما اگه مهندس هم میشی باید مهندس بشی تو این پالایشگاه. بذار سادهش کنم، افزایش حقوق کارمنداش بر اساس افزایش قیمت دلار یا بر اساس تورمی که ایجاد میکنه و بر اساس حقوق پایه‌ای که دولت تعیین کرده؟ سوال سوم و مهمترین سوال، ملی شدن نفت یعنی چی؟
من نمیفهمم، یعنی من با هر کسی صحبت میکنم نمیتونم به این نتیجه برسم که آقا ملی شدن نفت واقعا، امیدوارم دارم اشتباه میکنم، ولی به نظر میاد که نهضت ملی سازی نفت از بین رفت و هیچکی هم نفهمید. یعنی حداقل به نظر میاد که تصمیم گیرنده این سیستم ماها نبودیم. به نظر میاد که اتفاقی که افتاده به نفع شرکت‌های خصوصیه یا شرکت‌های خصولتیه و به نفع مردم نیست. نمیدونم، شاید دارم اشتباه میکنم، ولی به نظر میاد کاری که مصدق میخواست بکنه این نبود که خودمون سر خودمون کلاه بذاریم، که مثلا ملی شدنش منظور این نبود. منظور این بود که همه چه ماشین داشته باشن چه نداشته باشن یه منفعتی از این منابع طبیعی، از این منابع خدادادی داشته باشن. و جالبه و رندومه که این ویدیوی من و ویدیوی قبلی جفتشون میخورن به یه جور ملیگرایی. ویدیوی قبلی من ملیگرایی سمی رو توضیح داد، اینکه یک سری از ایرانی‌ها به دنبال اخراج، به دنبال خشونت بر علیه افغانستانی‌ها هستن. این ویدیو هم یه ربطی داره به ملیگرایی از نوع مصدقیش. اگر تاریخ همیشه در حال تکرار شدنه، به نظر میرسه که ما دوباره سر یه دوراهیم. ملیگرایی نوع مصدق رو انتخاب میکنیم یا اون راه انتخاب میکنیم که میرسیم به این سرهنگ زاهدی که اونم ناتسی بود. کدوم طرف ایرانی؟ مثلا اینجوری بهتر بود. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، دفعه بعدی که رفتین تو پمپ بنزین یه یادی، یه دعایی، یه لایکی، یه سابسکرایب. Mohammed Mossadegh stood for the people, born into a wealthy class. He stood up to the generals and to the aristocracy. He stood up to the monarchy.